سالی نو، اقبالی نو، بادا مبارک سال نو. بر شمایان روزی نیک، هم پر و هم بال نو. همدیاران عزیز، سمرخندیان محترم، فرارسی سال نو میلادی سال 2022 را به هر یکی شما صمیمانه مبارکباد میگویم. به خاندان شما بگذار سال نو با قدم‌های نیک، با آرزوهای شیرین وارد شود. سال نو به هر یک خاندان شما نیت‌های نیک، آرزوهای شیرین را عملی گرداند و ما می‌خواهیم که ازبکستان عزیز در عرصه بین الخلقی جای خاصه را اشغال نموده، بیرق بلند ازبکستان در تمام مجلس و انجمن و کنگره های جهانی پرافشان باشد. فرزندان عزیز ما همین پرچمبرداری ازبکستان عزیز باشد. دوستان عزیز، آن نیت های نیکی که در سال کهنه جامعه عمل نپوشیدند، بگذار در سال نو جامعه عمل پوشند. مثل کوههای پامیر و مناره های آسمانبوس سمرقند سربلندی خواهانم. همیشه آباد باشید. بار دیگر سال نو، اقبال نو، بادا مبارک میگویم. سال نوتان مبارک همدیاران عزیز.